خب مرچه احساس عدالت سلیمان علیه السلام داره، از امو خاطر عالی. فتبسم ضاحکا، تبسم کرد سلیمان علیه السلام در حالی که خوشحالی کننده بود. ضاحک اینجا به معنی خنده نیست، تبسم کرد یعنی خنده قهقه نکرد. امو رقم ضاحکا در حالی که اظهار خوشحالی میکرد یعنی خوشحالی کننده بود. من قولها، به سبب گفتاری امی مرچه. و قال ربی اوزعنی، بعد از سلیمان علیه السلام میگه سه چیز تقاضا میکنه از الله متعال. زمانی که صدای مرچه را میشنوه الله متعال به طریق معجزه صدای مرچه را الله متعال در گوش سلیمان علیه السلام میبره، لیکن در یمن در مقام سبا پاچایی یک زن ایرا معلومات نداره. عجیب است، عجیب است الله متعال. لیکن چیست؟ اینجا به طریق معجزه کاری کیست؟ الله. اونجا کاری انسان است، انسان نمیتونه. انبیاء علم غیب نداره. چرا خوشحالی میکنه؟ یا یکی بسیاری قولی، امی قولی مرچه برش عجیب معلوم شد. چرا که مرچه خود وقت داخل شدن خانه را دلیلش گفت. یک مرچه که است بدون دلیل حتی افراد خود دستور نمیده تا که دلیل نگوید. میگه داخل شوید خانه، اگری خب پاچاست یک مرچهشان، شاید پاچا امر کرده باشه که بله داخل شوید، لیکن بدون دلیل نمیگه برش. میگه داخل شوید که سلیمان علیه السلام و لشکرش شما را چی نکنه؟ پایمال نکنه. دیستی در ذهن مرچه ها میگه که اینقدر مردم ها و حکومت های ظالم است، به خاطر از اینکه در مورد سلیمان علیه السلام بدگمانی پیدا نشوه. دیستی میگه و هم لا یشعرون. چی درسی عظیم برد میده؟ زمانی که کسی را تنبیه میدی که قطع از این معامله نکو، وجهش برش بگو، دلیلش. باز بعد از اظهار دشمنی نکو، فلانی دختر را بگیرم یا نگیرم، فلانی بچه را بگیرم، نه نگی. دلیلش بگو به خاطری که پودر میزنه، به خاطری که ای بالکل در دین علاقه نداره. باز بعد از او بگو که من کدام دشمنی برش ندارم، به خاطر رضای الله، به خاطری که معلوم نشوه او آدمی تو احساس نکنه که دشمنی شخصی داره. برام میگه با وصفی که تو نصیحت کرده ای باز همون چی میکنه؟ میگه نه، یا است که در دلش میگرده بری خود دختر انتخاب میکنه، مرا من میکنه. بگو که به خاطر رضای الله کارا میکنم. این درساست، درسا در زندگی. ای بسری کسی میمانی دستی وجهش بیان کو و به سند و دلیل پیش نرو. حتی افرادی خدا که میگی که اینی کارا بکنید دلیلش بگو که قناعتش حاصل شود، دلش پاک شود، امری تو را بسیار با خوشی میپذیره. دیگه مثلا یا است که سلیمان علیه السلام وقتی که عدالت و تقوی سلیمان علیه السلام پوشیده بالای مرچم نماند، از او خاطر سلیمان علیه السلام خوش شد که الحمدلله عدالتی ما سر و صدایش اثراتش حتی سر مرچم پوشیده نیست، مرچم خبر داره. الحمدلله. از او خاطر اون شکر. دو وجه به خاطر خوشحال شدنش. سوم وجه یا خوشحالیش به خاطر عزیسته، به خاطر چی هسته؟ که من از زمین سخن یا گفتار مرچه آگاهی حاصل کردم. اگر حاصل نمی کردم برای من چی معلوم میشد؟ چون آگاهی از حالت مرچه برای من حاصل شد، از او خاطر خوش شد. چرا که الله به طریق معجزه یا آگاهی را برش حاصل کرد. خب وقتی که اینطور نعمت عظیم الله به سلیمان علیه السلام داده، آلی باید چی بکنه؟ سه چیز تقاضا کرده سلیمان علیه السلام. اول طریقه شکرگزاری را. و قال ربی اوزعنی، گفته پروردگار ما، ذاتی که مالک متصرفی مستی، ذاتی که کل کمالات تو داده ای. رب کی را میگه؟ رب میگه که اکشه در درجه کمال به تدریج برسانی. سلیمان علیه السلام در این مقام مرتبه کی رسانده؟ الله رسانده. از او خاطر تعبیر بر رب میکنه، میگه پروردگار مالک متصرف مصلح و مدبر، اوزعنی نصیب کو مرا، پابند کو مرا، نصیب کو مرا. چی چیز؟ ان اشکر نعمتک التي انعمت علیه، که شکر گزاری بکنم همون نعمت تو را که سر ما انعام کرده ای. طریقی شکر گزاری از الله برای من نصیب بکو. این نعمت به شکر گزاری بگذارم، طریقش برام یاد بده. دوم توفیق عمل صالح را برام بده. چی میگه؟ اون نعمتی که انعمت علیه و علی والدیه، سری پدر و مادرم کدام انعام کردی، الله شکر گزاریش کشیده بتانم. و ان اعمل صالحا، که من عمل صالح انجام بدم. کدام عمل صالح؟
مطلق عمل صالح ترضاه که پسند تو باشه، مورد قبول تو باشه. عمل او وقت اعتبار پیدا میکنه، قابل قدر است که به نزد الله چی شوه؟ قبول شوه. الله اعمال ما و شما را قبول بگردانه. دو تقاضا. سوم تقاضا چقدر تواضع میکنه؟ و ادخلنی برحمتک، مرا به رحمت خود، به مسعی نکو، به کاری مسعی نکو، به عملی مسعی نکو، مرسعی نکو. الله به رحمت خود مرا داخل کو فی عبادک الصالحین، در زمره بندگان نیکت، در او جمله من داخل باشم. در عباد صالحین داخل شدن گپ عادی نیست. عباد صالحین وقتی که عباد صالح میگردی که رعایت حقوق الله و مخلوق الله را کرده باشی، این گپ عادی نیست. او چرا این دعا را میکنه؟ به خاطر که در زمره عباد صالحین شدی، آلی دیگه یقینا نمو مقام و منزلت الله برات میده که وعده کرده. و این در زمره عباد صالحین شدن گپ عادی نیست. حتی انبیاء علیهم السلام هم برش چی داره؟ ضرورت داره. خب ان اشکر نعمتک، سلیمان علیه السلام میگه که الله مرا نصیب بکو که شکرگزاری نعمت تو را بکنم. کسایی که دنیا پرست است و او مردمایی که انبیاء علیهم السلام و دعوتگرای مصلح هستند، چی فرقایی داره؟ فرق بین هر دویشان چیست؟ در محالتایی که غرق نعمت الله متعال است، غرق نعمت الله متعال است، بازم تکبر نمیکنه، مستی نمیکنه، غرور نداره، خود پسندی و کلان تراشی و تفوق طلبی نداره، بلکه چیست؟ در ذات متعال عاجزی کرده رایست، فروتنی کرده رایست. شکر گزاری نعمت یعنی این حکمت که الله تو برم داده، یقین از این استفاده درست کرده بتانم، من حق از این نعمت پوره کرده بتانم. یک آدم عالم حق نعمت وقتی ادا میتونه که علم نشر بکنه. یک آدمی که صاحب نفوذ است، از نفوذ خود در نشر اشاعت دین کار بگیره، مالدار است، از انفاق مال خود در نشر اشاعت دین کار بگیره، اینمی شکرگزاری نعمت است. و تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الهدهد، خبرگیری کرد یا بازجویی کرد الطیر از پرندگان. فقال ما لی، گفت ما لی لا اری الهدهد، چی شده مرا که هدهد نمی بینم؟ عجیب درس است. پیغمبر خیلی بزرگ که در زیر فرمانش دیوا جنیات کلان افریتای کلان در زیر فرمان انسانا پرنده هم روان است، کلش در زیر فرمان الله است. خلی کری تور پاچه است که خبرگیری از یک مامور عادی خدام داره، معلومات داره که مامور عادی کجاست. هدهد ندیده، پاچه بررسی میکنه لشکر خود، افراد خود کجا هستند، بعد معلومات داشته باشه. بازی طور ملامتی را اول تو نمیگه که ما چی شد، مرا چی شده، یا تو نمیگه که کجاست هدهد سیاست بکنه. اول گپ متوجه خود میسازه، چی شده مرا که نمیبینم، شده میتونه که هدهد موجود باشه لیکن ما دیده نتانم، کجاست که من نمیبینم هدهد. امکان من الغایبین، یا راستی از واقعا از جمله کسایی هست که غایب است، فعلا حاضر نیست. مفسرین نوشته میکنه چرا وجه تخصیص هدهد شده که هدهد میگه گفته که نمیبینم. بعضی مفسرین نوشته میکنه که همیشه حرکت میکرد، وظایف تقسیم بود، چون سفر سلیمان علیه السلام در دشت و بیابان بود و یگانه چیزی که آب معلوم کرده میتونه هدهد است. چی است؟ هدهد آب است، چقدر بالا در قعر زمین میبینه که اینجا آب است. از او خاطر آبشناسی این پرنده است که آبشناس است، جاهای آب معلوم میکنه. از او خاطر سلیمان میگه پرسان شکر. بالکل این نکته هم شده میتونه، اما اصل نکته است بررسی کردن پاچا که حتی یک مامور عادی از پیش خطا. این کمال عدالت و بازجویی سلیمان علیه السلام است، زیرکی و هوشیاری سلیمان علیه السلام است. از او خاطر میگه هدهد کجاست، یا واقعا غایب است. لو عذبنه عذابا شدیدا، خام عذاب میدم را عذابا شدیدا، عذاب سخت. دو مرحله را تعیین میکنه مطابق گناه، دو مرحله عذاب تعیین میکنه مطابق گناه که هر عذاب مناسب است با امرای گناه. اولیش
چی میگه؟ یا عذاب میدم و یا عذاب شدید، او لازبحنه، یا استکی را ذبح میکنم، او لیأتینی، یا استکیب میاره برما به سلطان مبین، به دلیل کامل و روشن و واضح که چرا این غایب است، چرا فعلا حضور نداره. سلیمان علیه السلام جزا را خو بیان میکنه لیکن بروی دلیل. سلیمان علیه السلام در دلیل هدهد تسلیم است. پرنده ضعیف اگر از منطق و استدلال کار بگیره سلیمان علیه السلام برش قطعا تعارض نمیکنه. مردم ما را بیبی که کتاب الله را برش پیش میکنی دلیل، لیکن بازم دلیل تو را قبول نداره. حکمت و پاچایی و زور و دبدبه از سلیمان علیه السلام کدام بالاست. سلیمان علیه السلام با او زور و دبدبه و پاچایی با دلیل هدهد چی میکنه؟ گوش میگیره، دلیلش میپذیره. اگر دلیل کامل بیاره سلیمان علیه السلام هیچ نوع جزا را بکی به هدهد نمیده. اما تو دعوتگر قرآن کریم دلیل قرآن و حدیث به مردم پیش میکنی، مردم قطعا قبول نداره، میگه دور که ایراد پیش ما نمانیشه بزنیشه. ای نه قرآن کریم درس میده زور زیادت سبب یزی نشوه که تو منطقی کسی را دلیل کسی را نشنوی، تسلیم برش نشوی، بلکه همیشه تابعداری دلیل باش، دنبال دلیل بگرد. بس امی توصیه است که دنبال دلیل بگرده. یگانه امتیاز و افتخار اسلام چیست؟ دینی است که با دلیل استوار است. هیچگاه یک معامله اسلام بدون دلیل خلاص دیگه. وقتی که تو دلیل معیار برای خود تعیین کردی انشاءالله از دربندای تقلید مکمل میبرایی. چرای سخنی فلانی را بپذیرم، اینجا نوشته کرده استنجای طور شوه، زن 2 انگشت بالا بگیره، مرد 1 انگشت بالا بگیره، استنجای زمستانی 1 رقم، تابستانی دیگر رقم. مرد لازم است کتاب نورلیزا را خوانده یا نخوانده؟ یلزم الرجل الاستبراء، سری مرد استبراء لازم است. استبراء چی رقم است؟ حالی دیگه مردم یوامی ما را همی فقه یاد داده، دمابه میرانش سفیدا پیشاب میکنه، باز بعد از او ازداربند 1 دست قلخ دیگه دست یا سرام تیر میشه. این بیادبی را بیبی، این بیادبی را از کجا یاد گرفته؟ یلزم الرجل الاستبراء، به مرد لازم است استبراء لازم است. لنگ سر لنگ چپه میکنه و دیگه چیزایی میکنه که پرسان نکن، در بدر کده خدا. و برادر خدا دهی تو را عادت نکن که در بدر میشی. او خو پستان وارست که کش میکنی. عجیب است. ایره به خاطری براتان میگم که بس اوقات اگر در گرداب تقلید باشیم در بدر میشیم. لازم است سری مرد استبراء لازم است. لازم است. کی لازم کرده؟ الله، رسول الله. کی لازم کرده؟ پیغمبر علیه السلام پیشاب کرده، دستی متصل از او چی کرده؟ قطع آب استنجا کرده. خیر و خلاص ختم میشه. هیچ چیزی نیست. شیطان است که وسوسه برات کرده رویسته که وضویت خشک نشده. مردم در بدر خاک بسر است. سلام نمیده میگه معذور عاقبت بخیر. الله اکبر. عجیب است. دراها ببینیدش سفیدا بسیار. مچمی فرهنگ از کجا پیدا شده و این اسلام مینامه. ای چیز بگوی اسلام است. الله رحم بکنه. خب گفی مادهی بود که پشت دلیل میریم، کورانه دنبال کسی نمیریم، سند طلب میکنیم. سخن هر عالم قابل قدر و احترام است، بس سر رو چشم میپذیریم. علمای ما نینیگه که چشمی ماست، خلاص بالکل ما احترام برش قائل هستیم. خب لیکن سخنشان زمان مورد اعتبار و اعتماد قرار میگیره که موافقت با کی داشته باشه؟ کتاب الله و سنت رسول الله، یعنی استوار به دلیل باشه. استوار به چی باشه؟ خلاص گپ خلاص است، هیچ گپی نیست. اون وقت ما میپذیریم، دلیل میپذیره. فمکث غیر بعید، درنگ تیر کرد سلیمان علیه السلام در حالی که خیلی دور نشده بود. فقال که هدهد آمد، آلی همی دستی عذر خدا پیش میکنه.
سلیمان علیه السلام هم میبینه که یک کمی قاشش ترش است که چرا من گم هستم. از همون خاطر چی میگه؟ اول گپی اجمالی میگه. فقال حتی بما لم تحط به، ما احاطه کرده ایم، علم حاصل کرده ایم با آن چیزی که تو احاطه نکرده ای، علم حاصل نکرده ای. بعد از او وقتی که قاشی سلیمان علیه السلام واس شد الا شد، دالی تفصیل برش شروع میکنه. خبردار پدر که سرت قار بود، همین نو که داخل میشی دیستی بگو پدر جان فلان جای رفته بودم، فلانی رایی کرده بود. چرا که قبل از اینکه تو گپ بزنی پدر چشما را کشیده، این بچه فلانی. حالی خب مردم ما چی میگه؟ این بچه مردگو، این بچه کافری، چیست یهودی. خود کافر میگه، خود یهودی میگه. عجیب فرهنگ داریم ما، عجیب عجیب. قاری پدر که میشه دعوت در دین میزنه، نعوذ بالله. عجیب عجیب کارا میکنه. حالات دیده زود که در گپ باید چی بکنی بگویی. هدهد پرنده ضعیف است، اما در دربار سلیمان علیه السلام واری پاچا بدون ترس و بدون هراس با کمال آزادی بی پرده گپا را بالکل واضح بیان میکنه. اینا بیا درباری فعلی مردم ها را بیبی. اول میره مامور صاحب چاپلوسیگه کو، احترام و تعظیمه کو. اول چقدر او را چی میکنه؟ گپای کلان کلان برش میگه که جناب محترم شما، قدر شما و فلان شما. هدهدی گپا را نمیزنه، نمیگه که ای پاچای کائنات، پاچای جن و انس، پاچای فلانی، چاپلوسی، تملق، هیچ گپی وجود نداره. خلاص سخن پیش میکنه. اینی را مردم آزادی میگه. اینی را در پیشی پاچایی که سری حکومت سری جنیات داره، سری پرنده داره، لیکن آزادانه میایه ارائه دلیل میکنه، گپ توضیح میکنه، خود چنگ و خم نمیکنه، ترسیده پیش نمیه. جناب اینطوری نمیگه. باز چی میگه؟ فقال حتی بما لم تحط به، من احاطه کردم با آن چیزی که توی احاطه نکرده به او چیز. و جئتک من سبأ بنبأ یقین، آوردم بری تو من سبأ از پاچای سبأ، از مقام سبأ بنبأ یقین، به یک خبری که بالکل تحقیقی و واقعی است، امر خیالی دروغی گپا نیست. سبأ یک شهر است چی یمن، نام دیگهش معارب است. از صنعا که مرکز یمن است 3 روزه را دور است. سلیمان علیه السلام پاچاست، در زیر فرمانش دنیا جنیا توی گپام کار میکنه. اما زیر سلطه و پاچایی سلیمان علیه السلام فلسطین و جاهاست، اینطور است که کل دنیا را پاچایی کرده. اگرچه مشهور است که 4 نفر سری کل دنیا پاچایی کرده، تفاصیل هم نوشته کرده، لیکن اینطور نیست که کل دنیا را پاچایی کرده باشه، نه، بلکه دمو سرزمین و اقلیم خود تسلط کامل داشته. هیچ کسی از پیشش بغاوت و یاغی و باغی نبوده. به نام وزیرستان کدام جایی نبود، یا به نام چی سرحد آزاد نبود، کلش زیر فرمان بوده. به علم خود انسان مغرور نشوه. چرا اینطور کسی علم برش حاصل باشه که تو حتی در نظر تام نگیری؟ یک آدمی خورد است، اما در یک موردی تو علمی زیاد داره که تو نداری. سلیمان علیه السلام در این مورد علم نداره، حدود داره. یکی از افراد ضعیفش است، ضعیف حکمتش. آلی تشریح میکنه انی وجدت امرأة تملکهم. شما خبر داری که هدهد چه قسم تشریح میکنه؟ 3 جمله را بیان میکنه هدهد، لیکن تمام کوایف حکمت داری، نظم و نظام، همه چیزا را. اول وضع و مشخصات امو کشور را بیان میکنه. 1 طرز حکمتی و مردم را بیان میکنه. 2 سوم چقدر امکانات داراستن. 3 4 بیان وضعیت مذهبیشان، افکار و مفکوریشان چی هسته؟ اینه. او باز چرا در این قدر مفکوری غلط یا مستغرق هستن، وجهشان بیان میکنه. در چند جمله، در 2-3 جمله که کوتاه کلی حالات یک دم بیان میکنه. چی میگه؟ انی وجدت امرأة تملکهم، ما یافتم یک زنی را که پاچایی میکرد هم امی مردم. بالقسم دختر شراحیل است. کسی میگه
کسی ملعمه برش میگه بنت شیعان. بسیار نامها را مفسرین ذکر میکنه. قرآنی نام ذکر نکرده، ضرورت برش نیست. از امو خاطر نام بزن که پشت باشه تا که ضرورت برش پیدا نشده باشه. خلاص یک زن است پاچایی میکنه سرشان. پاچا وضعیت مملکت و کشور چطور است؟ پاچایش زن است. و اوتیت من کل شین، امکاناتشان چی است؟ خب طرز حکومتشان هم بیان کرد که تملکهم، شاهی است. شاهی پاچایی میکنه شاهی است. از امو خاطر شاه منصور بابا زیاد چی میکرد مولانا پنجپیر که باید حکومت شاهی باشه. تا که حکومت شاهی باشه نظم و نظام میگه خراب نمیشه. جمهوریش کی شوه اینی طور گډوډی میشه، گډوډی میشه میگه. از او خاطر میگه نظمی از یا برابر بود. مشخصات کشور زن حاکم است. کدام حکومت؟ تملکم، نظام شاهی است. چه امکانات داره؟ و اوتیت من کل شیء، تمام چیزا و لوازمات حکومتداری برش داده شده. معنای کل شیء نیست که تمام چیزی که در دنیاست برش داده شده. مذکر خو نیست، زن است. و لها عرش عظیم، برای از یک عرشی چی؟ تخت خیلی بزرگ است. بله تخت مجلل است، بسیار ممتاز. چرا؟ هدهد خود تخت سلیمان علیه السلام هم دیده، لیکن از این تعبیر به عظیم کرده که از تخت سلیمان علیه السلام کرده بالاتر بوده. چرا؟ زنا زیورات و تجلل و مجلل بازی را خیلی خوش داره. از این خاطر تخت از اون چی بوده؟ بسیار مجلل بوده. وجدتها و قومها یسجدون للشمس، یافتم امی زنه و قوم یزور یسجدون که سجده میکردن للشمس، برای آفتاب. وضعیت مذهبی شانم بیان میکنه، مفکوره و عقیده شانه. من دون الله، بغیر از الله متعال. یا سجده برای آفتاب میکنه، چرا که زنم آفتاب پرست است. مردم خود در دین پاچای خود میباشه، الرقم که پاچا باشه مردم هم است. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، امی کار اشاره به میکنه که مردم زود از زمین دین خود نمیگرده. چرا؟ آلی امی شرک و بود پرستی و آفتاب پرستی برای یا اصل دین گشته، با هیچ وجه اعلان نمیکنه. قرآن کریم چی درسای عظیم برای ما میده. مردمی که 50 و 100 سال به یک قسم به یک مفکوره رفته او را دین قبول کرده، او را برگردانیدن از او بسیار مشکل است. از او خاطر میگه چرا کی عملی ناشایسته برشان شایسته معلوم شده. فصدهم عن السبیل، شیطان برش مزین کرده که نمی عبادت است، شما را به الله نزدیک میکنه. مثل که آلی قبر پرستای ما خیلی زیاد است، امی کار خیلی چی میدانه؟ افتخار میدانه. شیطان در ذهنشان مزین کرده که شما به الله توسط از این نزدیک میشی. فصدهم، من کرده ای مردم عن السبیل، از راه حق. فهم لا یهتدون، پس یا راهیاب به الله بوله نمیشه. چرا؟ به خاطری که دینمی کاری غلطشان خوب فرو رفته. شرک برشان توحید معلوم شده، از خاطر یا بازگشتنی از این مفکوره زود کده نیستن. الله اکبر. چی میگه حدود؟ الله یسجدو لله، چرا سجده برای یک الله نمیکنه؟ اول نکات سابقش بیان کنیم، بعد از زود پایین بیاییم. بیا دیگه نکته های خیلی باریکی در نظام پادشاهی زن است. یکی از داستان سلیمان علیه السلام و هدهد دارید تا اینجا را برای ما چند نکته واضح شده. اول، پادشاه یا کسی که سرپرست است، در هر معامله که کسی سرپرستی میکنه از افراد خود اولگیری کنه، بررسی کنه کجاست، کاری خود انجام دادن نداده، وظیفه را در سر رسانده یا نکرده. اگر سرپرستی کارا را در سر نرسان، کدام نقصانی که در نظام کارش میآید از خود گله کنه. چرا تو معلومات نکردی؟ نفرم معذف به وظیفه کردی، رفتی قرار خو رفته. قرار چی شده؟ خو رفته. مردکه را روان کرده که برو چای بیار، او رفته در چپرکت خو است، او جا آزان داده میشه، او چای تو نشسته هستی که چای بیار، چای ناورده. دنبالش میرفتی 2 دقیقه که چی شد بگو. بچه را روان کرده در بازار، برو گوشت بیار که میمان است. او بچه رفته تشنه بازی اوجا شروع است. آلی بچه دیگه او را دور داده که بیا یک دفعه قدیما تشنه بزن، باز بود از او برو. نه پدر مرا در پشت گوشت روان کرده. نه 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 نه، تو یک دفعه که دور خورد گوشت از یادش میره، سرخ میشه سری بازی.
انس رضی الله عنه میگه پیغمبر علیه السلام مرا روان کرده بود دنبال یک گپ، باز من مشغولی چی بازیچه شدم، آمد از پشت سرم چند دقیقه بعد چی کرد، از گوشم گرفت قسم میخوره که والله ما قهرنی، به الله قسم سرم قار نشد و مرا گفت چرا وظیفه را انجام نداده ای؟ الله اکبر.